سیستم FPS است انجینر منگل. در سیستم FPS واحد بسیار بزرگ داریم، یارد است. چی است؟ یارد. یک یاردتان چند فوت میشه؟ یارد برش میگیم در پاکستان نه 3 فوت میشه، یا در افغانستان این یارد نمیفهمی چی میگن؟ گز میگن. 1 متر گفته بعضی از همین چیزا کسایی که در سر چوک یا این قسم براتون میگن جاده میوان اینجا که تکه فروشی میکنن اون 1 متر نیست، 91 سانتی گز است. میگه متر 80 رو فرق میکنه، 10 سانتی دکلش کم است. خب باز از اینکه کوچکترش فوت است که 1 فوت ما معادل با چقدر میشه؟ 12 اینچ. از اینکه کوچکترش باز چی است منگل؟ سوت است. سوت ما باز مساوی میشه نه 1 اینچ ما 8 سوت میشه. واضحش داریم مقدار شما دیر از افیته براتون نشان دادیم. خب به هر صورت سیخا را خواندیم، خلاصه شینی موضوع بود. امروز میایم سر بحثی که داریم. کدام بحث هست؟ بحث سیخای چی است؟ گرید آف رینفورسد استیل. مایل باز واحد بسیار بزرگی است. 1 مایل ما 5280 فوت میشه یا 1609 متر میشه یا 1.609 کیلو متر. ولی مایل ما اینی 5200 چند؟ واحد بسیار بزرگ است از جاتا داریم. خب به هر صورت چیزایی بوده که قبلا مطالعه کردیم درشون. فلاش چی کرده؟ فلاش اینجاست. خب در تایم استرکچر بدی؟ استرکچر گفتم از دفتر بگینی؟ خب خیلی حالی مندازیم کشتی. خب گرید آف رینفورسینگ، گرید سیخ نشانه کنیم یک هفت گرید چی نشانه کنیم؟ گرید سیخا یا سیخ. خب معمولا ما شما بیایم از گرید شروع میکنیم، بعد از طبقه بندیشون میبینیم چی؟ گرید. گریدایی که فعلا ما برای چی داریم؟ برای سیخای ساختمانی داریم. کدام گرید است؟ اولش برش میگن گرید 40. خب بعد از گرید 40 کدام گرید داریم؟ منتظر نمونی. بعد از گرید 40 گرید 60 داریم. نه 50. به ترتیب نشون کنیم 50. بعد از 50 گرید 60. بعد از 60 75. چیزایی که معمول از یک گریدان داریم 80 داریم. خب ولی آن چی گفتیم بیاین 80 هم شامل بسازیم دیگهش باشه. برای سیخا معمولا از این گرید استفاده میکنیم. ولی در مقامت مواد باز ما آمدیم یک بحثی را خواندیم به نام تفنس. خواندیم تفنس ها؟ تفنس ها چه قسم تعریف میکنیم؟ یک استفنس داریم، یک استرن داریم، یک تفنس داریم. این هر کدام از جا متفاوت است. ما گفتم اگر بیاین استرن دیاگرام رو بکشیم همین قسم بونه وقتی دیاگرام رسم میگن تا یک جای ایجا بالاخره لپچر میکنه. سیست ما گفتیم اینی مساحت از شروع این مساحت تحت زیره ایره باز بنام چون میکنیم تفنس برش میگفتیم در مقامت مواد. از هر گرید سیخ فرق میکنه. مثلا از گرید 80 اگر بیاین مطالعه کنیم از گرید 80 به این اندازه است. رنگ نشان میگیریم. اردیش هم مطالعه میکنن. آمدن مطالعه کردن گرید به جی نشان میتن میگه جی 80 این یک نشان میکنیم جی 60. در اینجا که می مطالعه میکنیم از دید چی میبینیم نشانه؟ از دید مساحت. کنمون منظور ما چی است؟ تفنس است. خب چی است؟ تفنس. از دید از این که بیاین ببینیم تفنس ما باش پیره دو قسم تفنس داریم TUGH اینی صرف خب تو دیگه میگیم جی 60 ما بزرگتر از جی چی است؟ جی 80 است. این میفهمید چی معنا میده؟ میگه دکتیلیتی از زیادتر است. یعنی تعمیر اگر در زلزله قرار میگیره از گرید 80 کرده گرید 60 دیرتر فعل میشه. صحیح؟ پس به همون خاطر ما زیادتر فعلا که داریم کمپانی ها اعلان میکنن گرید چنده؟ 60. خب اینا هر کدامشون قطرای داره. معمولا گرید 40 اگر ببینیم که شروع میباشه قطرای کوچکتر میباشه. از 10 پایینتر 10 میلی و 8 میلی 12 میلی هم دارن. خب یا یک قسم ببینیم یا قطره‌ای است که معمولا به خاطر چی استفادهش میکنیم؟ گژدمک ها استفاده میشن. قطره‌ای گفتیم 8 و 10 و 12 این یا را می داشته باشن و معمولا هم می باشن چی؟ بدون رخت. اما رختدار نیست می باشن. برمیگرده در کمپانی ها. خب در کشور ما گرید 40 خیلی کم داریم.
این 40,000 پاسی یعنی پوند برنج مربع بله. زود تمام میکنه. بله این حالی میایم سر گرید چی مانا گرید مثلا میایم گرید 60 توضیح میدیم باز خودش رو به اون خاطر میفهمید گرید 60 ما چون تمام کارهایی که ما در بنا داریم در امریکا یا کشورهای اروپایی کلش با سیستم امریکایی پیش میره میگنی به معنای برش میگیم که 60 کیسایی برش میره و 60 کیسایی میشه 60,000 چی میشه؟ پیسای 60,000 پیسای کیسای پیسای هم میفهمینی 60 نشته میکنیم که بر انچ مربع یا نشته میکنیم 60,000 پوند بر انچ مربع کیپ ما رو گفته بودیم براتون قبلا که یک کیپ ما 1000 کیلو میشونه 1000 پوند یک کیپ ما شما 1000 پوند میشه پس چی میشه میگیم 60,000 به این معنی میگه یک مقطعی که 30,000 نظر بگیریم قطرشه یعنی قطر ازی باشه چقدر 1 انچ مربع باشه چقدر 1 انچ مربع چقدر قوه را دادن شنگ گرفتن میتونه در کمپریشن 60,000 پوند میگیره چقدر 60,000 پوند در یک سیستم معادلش گفتیم این کدام سیستم شد سیستم FPS دیم در سیستم وطنی ببینید سیستم وطنی با شما MKS یا ترکیبی از سی جی اسم که داره که چون مقدار سانتیمتر است چقدر میشد؟ این اگر یادتان باشه تبدیل میشه کنه 420 به 4200 نه خود استاد چه بود 420 خب خیره میگم یادم رفته نمیفهم که همین 420 بود تبدیل هم داریم 145 اشاره قدر تبدیلش بود یا فرض کنیم کل و گپا از پیش ما رفته ما میگیم قابل تشویش نیست ما تیبلکای از یارم میگیم انداخته بدیم یک جای نه باش ببینیم میشه خیره که شما گفتید ما مطمئن شو بعضی وقت آدم چی میشه تبدیل واحدات میگیم این تبدیل واحدات براتون دادیم بیایم گرید چند میبینیم 60 گرید 60 کجا بود خط سر گرید 60 است نه نه 60,000 پیسای در افغانستان گفتیم چقدر میشه 4,200 کیلوگرم فورس پر سانتیمتر مربع اگر میگه وزن 1 انچ مربع مساحت که ما شما 1 مربع که زیادتر است 1 سانتیمتر پرترک میشه نه مساحت باشه 1 سانتیمتر مربع تقریبا 4.2 تن میگیره 4.2 تن گفتیم از 4 زیادتر 4 تن میشه حساب کنیم یا در سیستم اسای گفتیم 400 چی میگه میشه در اسای برش میگیم 420 MP مثلا همینجا قطرش 1 انچ مربع باشه یا 1 سانتیمتر مربع باشه طولش چقدر باشه که میکنه طولش هم هیچ کار نداره هر قدر که باشه هر چقدر باشه پای ما میتونه 2 متر باشه میتونه 3 متر میتونه 10 متر میتونه 8 باز برید 60 ما از قطری محاسبه میکنیم کراس کشر چی قدر قطره این نوعی که کدام قطوار داره کدام رو نداره با ترتیب آلیاره میکنیم واژه گرید فهمیدید در سیستم FPS گرید 60 میگیریم وقتی که در سیستم افغانستان میگیم گرید 4000 چند میگیریم 200 و در سیستم استاد 420 روش میگیریم واضح شد 420 4200 60 صحیح 6000 کی هست 6000 جیب نداریم کجاست 6000 60 به تنهایی سیخ خوره میگیره یا امریکا تنها سیخ در لابراتوارا ما چی میگیریم یا با مو خاطر است که ما تعمیر گفتیم مالی 100 منزل دیزاین کنیم بریم میگیم کمپریشن رو گرفته ها کمپریشن باز نمیتونه تا وقتی کانکریت هم بشه نمیشه تفاوت داره 75 70 80 گفتیم 2 برابر 40 است همشه حالا واضح شد گرید فهمیدین خلاصه بیاین حالی استیم برام آخه چی میگم استیم میگم ما یاره براتون چی کردیم سنبندی کردیم در کتاب ما شما معمولا از گریدهای که آمده نام برده گفته گرید 50 و گرید 60 گرید 50 را ما در افغانستان نداریم یگان کمپانی که فرمایش میتن براشون برن دیگرانه استیم برای ما میگم ما یاره به چند کاتگوری تقسیم میکنم بر 3 کاتگوری چند کاتگوری 3 کاتگوری خب ASTM با 3 بخش سیخا را برای ما چی میکنه سنبندی میکنه اولش هم میگه A615 که با دستاف یک هفته میشه که ما کار خانگی داریم تا هنوز کسی موافق نشده که چی کنه؟ کاور کنه خب با کاور
کاور به این معنی که بخونش چی داره چی نداره. بعدش هم میگه ای 700 چند است؟ 6. ای 706 باز فرقایشون براتون چرا یه مکان خانگی ندادیم. و آخریش هم هست ای اس تی ام ای 996. همون درست نه؟ ای 996. این حالا به ترتیب هر کدام از یارو چی میکنیم؟ معرفی میکنیم. صحیح است نه؟ خب میگیم این اصطلاحی یا نشته میکنیم یارا به نام سیخای چی میگن؟ ساختمانی میگن. معمولا قطرهایشان چی می باشد؟ دایروی می باشد. در ساختمان‌های کانکریتی همیشه از چند استفاده میکنیم؟ 615. کدام قطعه را که خود داره؟ چی را گرید داره؟ گرید 40 سکنیم داخل قرض با دو شکل 420 گرید 60 420 نه بیشتر گفتیم. گرید 60 گرید 75 و گرید 80. خب گریدایشون نشون میکنیم میگیم گریدایی که داره 40 50 60 75 75 دارد؟ بله 75 ما کجاست؟ اینه این معادلش از 520 دیگه نه؟ یا گرید 80 ما که 80,000 کیسای میشه چقدر میشه؟ 550 برای ما داده باشه خودتونی تبدیل کرده آسانه تبدیلش هر که میشه داشته باشه میره کار کردیم یک روز سر از این کار کنیم دیگه از این باب نه یک آسان است و سخت است یه از ذکر ما آسان ایش کدام میشه از دیگهش کار آسان است کلش یکیست گرید 50 است. فقط چیزی کار داره کمک وقت میگیره که یکیش بلگیش تبیین کنیم بله گرید 50 است. گرید 50 است اینه کجاست 50 ما؟ استیمه 605 دی نیست گرید 50 گرید 50 ما در بالا بود من اشتر کنیم 50 را خوب شد تذکر دادیم این سایب نه خب در کشور ما شما چی میکنم ما میگیم خب بعدش میم سر چندمی دومی خلاصه را گفتیم که در ساختمان کل ساختمان چی پل چک چی تعمیر سیخ‌های ساختمان نیستن خب بیاین مقاطعش رو منف از کدام نمبرها داریم نمبرها را که میگه استفاده میشه معمولا از نمبر 3 شروع الی نمبر 18 ولی در بعضی کتابا میگه یا قطرهای پایینتر از نمبر یعنی نمبرها را میگه زیاد کمپانی‌ها سرش تاکید نمیکنن نمبر 4 نمبر 3 یا را میگه زیاد نمیباشه خب ولی در کل ما میگیم نه از نمبر 3 شروع تا نمبر 18 کلش است استاد ها بالای متن میگه سیخا شاید رول شده باشن از بل استیل ها خب اینی مقطعش هم دایروی یعنی دو قسم ما چی داریم سیخ داریم یک که مقاطعی که دایروی رولت به معنی دایروی شکل میگن خب پیچ خورده یا مثلا دیگه قسم داریم میشونه یکی رولت داریم یکی گفتیم نرمال داریم نرمالش به این معنی که مقاطعش دیگه چی میباشن دایروی نیست معمولا مستطیلیست که رو سوال با استفاده میکنن و حالی ما او گپ کرده خود نداریم بلتش تو خورده شده یا در کمپانی خب پروسه تولید از یا فرق میکنه از باش میگذاریم میم سر دومی ما ای 706 است چی است؟ ای 706 این را باز به نام چی یاد میکنیم؟ میگیم این را به نام سیخای چی میگن؟ سیخای دارای مقاومت چی برش میگیم؟ کشیشی پایینتر خب سیل بگه میشه اگر سیخ هم نگیم استیل بگه میشه خوب است خب بر صورت خب کدام گریدار داره این سایبای یا امرای خود اونیش یک چیز یاد اومده اینی یک چیز یاد اومده که بعد نشان میکنم بالا نشان میکنیم مارک از یا معمولا در سیخ با کدام حرف نشان داده میشه اس خب یا را گفتیم مقاومت کشی پایینتر دارن بیاین نوبت گریداش هست می کدام گریدار امرای خود داره ای 706 ما یکی گرید 600 داره و دیگه کدام گرید داریم گرید 80 گرید چند 60 و 80 این دو گرید دارن خب با کدام حرف نشان میدیم میگه حرف از یاره که میمونیم به خاطر چی استفاده میشه W به خاطر چی W مارکشان هم بالا میمونیم W خب در کجا استفاده میشن در ساختمان های فلزی یا برش میگیم استیل استراکچر خیلی فرق خیلی واضح شد میگیم هیچ وقت ما از 76 تعمیرات استفاده کرده نمیتونیم ساختمان های استیل از داره گفتیم ساختمان های کانکریتی باشه چی پل باشه چی پلچه چی سرک باشه چی تعمیر دلیلش چیه؟ دلیلش یا میارای خود داره مکسشون فرق میکنن مثلا این کاربونش کس از 0.15% کمتر از دالی که از این متفاوت
مقاطع از این معمولا دایره است. مقاطع از این چی است؟ تی شکل است، مقطع میان خالی است، انواع مقاطع را دارن. خب بیاین مقطعش بس مثلا براتون نشان میدیم. میایم سر استیم A996 میگیره با خاطر چی استفاده میکنیم؟ سمبل از این معمولا آر گرفته برای ما که یاد ما رفته میدن. آر است نه؟ آر. خب معمولا میره برای چی استفاده میکنیم؟ برای خطوط آهن. چرا خطوط آهن استیلش با تعمیر کاملا متفاوت است. چون جمع میشه واگونه گرید با چرخ سر از چی میکنه؟ حرکت میکنه. خب یا میگیم دیگه چی دارم؟ مارکای از اینا میگم متفاوت میباشن. چی است؟ متفاوت. نوشته میکنیم معمولا بزرگتر و یا مساوی به چی میباشن؟ به 60 میباشن. اینجا ذکر نکرده برمیگرده به خطوط آهن. خطوط آهن دو قسم دیزاین میشه. یکیش از باربری است. مثلا در افغانستان ما داریم از جایی که میان بر مزار شریف بار است یا دیگه مسافر بری. اگر نه که همزمان بر دیجا نظر میگیرن با 60 نیست و 80 کیلو میشه. گپای خود دارن زیاد بحث نمیکنن. خب در کنار از اینا میگه یارا میکس میکنیم. خب چی میکنن؟ میکس میکنیم این یارا. چه قسم میکس میکنن؟ بعضی حالت هاست ما اینمی استیل چی را که برای ساختمان های فلزی استفاده کردیم میریم برای خطوط آهن استفاده میکنیم. در اون صورت باز یارا به کدام حرف نشان میدیم؟ با WAR و یا با چی نشان میدیم؟ دیگر حرف ایجا برای ما گرفتم WAR یکی گفتیم و دیگر حرف ما را میگه نشان میتن به SAW. اس چی؟ SAW ما چی مانا میتن؟ آره وقتی که میگیم ساختمان استیل میشه آیا ترداب از استیلی است؟ تردابش نه؟ ترداب استیل است؟ ترداب آن چی میباشه؟ کانکریتی میباشه. وقتی کانکریتی شد از کدام گزینه استفاده میکنیم؟ اس. وقتی که بالایش استیل شد از کدام گزینه استفاده کنید؟ خدا کنه فهمیده باشه. بعضی موارد نیم خطوط آهن پرش فلزی نیست، در پایینش به خاطر کنکشنشان چوب است. دیدین چوب نه؟ و غیر از چوب امکان داره کانکریت هم باشه. از گزینه استفاده میشه. خب امیس یک گرید فهمیدین انجینیر صاحبا؟ خب بیاین مقاطع سیلی را ببینیم به خاطر که یکم دیگه فرقش چی شود؟ واضح شود بفهمین که دیگه هیچ کدام چیز گنگ نمیمانه. یک کتاب داریم در استراکچر به نام اگزامپل استراکچرال استیل. این مثالای از بعد از اینکه استراکچر شما تمام میکنین این کتاب باز امرایتان کار میکنین به خاطر که 15 منزل 16 منزل هر چقدر باشه این کتاب کار کرده ایره. ما چی کار میکنم؟ میگیم میایم یک قسمت باز میکنیم. این ریدر مشکل داشته و دیگر ریدری را باز کردم. وقتی که بازش میکنیم میگیم F12 است یا F11 را زوم میکنم. مقاطع سیل براتون نشان میدم. خب شما متوجه باشین که از پیش منه اینه. پس اینو میفهمی کدامش کدام گرید است؟ گرید A706. حالی وقت خیلی واضح شد یا نمبر 3 تا نمبر 18 دارن هیچ کدامش به او شکل نیست. صحیح است؟ اینی معمولا مقاطعشان میباشه. LL برش میگه منگل. صحیح است نه؟ یا منگل از دو قسم. یک انگل داریم که یکیش کدیگیش فرق میکنه. برندیش فرق میکنه نه؟ نه یکسان است. خب یکسان است ولی در شکل فرق میکنه. اکوال انگل میگیم. دیگهش یکسان است ان اکوال برش میگیم. مخفف دارد. این رایشه برش میگیم نه؟ با یک شکل که یونیورسال بیم برش میگن یا یونیورسال کالم میگن. این برای بیم استفاده میشه برای کالم استفاده میشه. و تی شکل برش میگن این سی شکل برش میگن یا ریکتانگولر چی برش میگیم هالو سکشن یا مخففش RHS دیگه شمیام یا آخر ما گفتیم چی سرکولار هالو سکشن. از بین از اینا یکیش ما در صنف استفاده کردیم. کدامش هست؟ اسکوئر هالو سکشن یا SHS. این دیگه بازیگرای چرکی. همشال واضح شد. پس چوکی ما شما از کدام گرید پیروی میکنه؟ A706 عالی رحیم گردیزی که نوشته است 615 فهمیدین چی مانا میده؟ کدام گرید داره؟ صحیح است نه؟ گرید 40 60 75 80. اما در کتابای روسی که برای بخونیم گرید 50 هم ما بر ازش میگه چی میکنیم؟ داریم. پس این تو هم نوشته کلا میتونیم میگیم یعنی 615 کلا گرید داره کده خدا. در مجموع کلا کترالم داره است. 11 تا میشه نه؟ از نمبر 3 شروع تا نمبر 11 و ترتیب 9 تا. و دو تا دیگه هم که نمبر 14 و نمبر 18 میشه. سوال داره کسی؟ آسان بود سخت؟
خب خیلی مسائل دیگه هم که خدا را از کلش میگذاریم. فقط ما چی کنیم خلاصه براتون بیان میکنیم. میگه بعضی کمپانی های ایسیای کد براتون میگه گرید 60 باز میگه ما شما به چی نشان میدیم؟ مقاومت یلد استیل میگیم، یلد استرس استیل میگیم. همین گرید 60 ما خودش نشان میدیم. خود گرید چی ما 60 ما نمایندگی از چی میکنه؟ نمایندگی از یلد استرس چی میکنه؟ مقاومت مواد خواندیم استیل. یلد را گراف پیدا کنه میتونی و همون یلد استرس به اف نشان نمیدادی. اف ما خودش نمایندگی چی میکنه؟ از استرس. اف خورد ما به این شکل نه و وای ما نمایندگی چی میکنه؟ یلد به معنی چی است؟ تسلیمی است. یک نفر یک تسلیم کن در سریال ها برش میگه میگه تفنگ‌ها در زمین مانده شده. دستایتان میگه بالا بانه باز بعد میگه زولو بزنه بشینه. دیگه میگه در سریال ما نمیگه میگن یلد. یعنی تا اون اندازه از 60 تا بالا شه باز یا مقطع چی میکنه؟ فیل میکنه خلاص. کم کم باریک کپتر چی میکنه مسکوله. گرید 80 ما در 80. سیس و دیگه گرید 80 ما ایجا برای ما گرفته. گرید 40 ما در 40. پس معمولا گرید که ضعیف میشه مثلا 40 گفتیم قطعه چی دارم روی خود؟ پایینتر داره. بیشتر گفتیم نه. چرا به خاطر یک در جمعه استفاده میشیم یا جایی که استرس گفتیم بسیار چی باشه؟ کم باشه. مانومتر که وقتی گرید 40 بود یا سیخ از گرید 60 استفاده کردن نمیتونه. نه دیگه خب بیخی یک کاری میشه که غیر اقتصادی. من غیر اقتصادی بیخی دیگه منطق دیزاین زیر سوال میره. 60,000 و 40,000 خیلی تفاوت داره نه؟ خب شما با سیخ که میخرین سیخا را باید چی کنین؟ تست کنین. خب در کل در این قسمت برای ما میگم استرینایشان متفاوت است. برای هر چی مقطعتان فرق میکنه. برای هر مقطع استرین چی میباشه؟ فرق میکنه. و استرین معمولی که ما برای استیل داریم کدام است استرینش؟ مقاومت مواد استرین استیل که معمولا چند میگیریم؟ 0.205 و در مقاومت مواد نه قیمتکایشان فرق میکنه. 0.4 چند تا چند می ولی آنچه که ما دیزاین میکنیم متفاوت است. یک مسئله و مسئله بعدی رو برای ما میگم مدل تجارت استیل چند میگیریم. ما از کانکریت پیدا کردیم نه؟ کانکریت چقدر میشد؟ 57,000 جذر پرایمسی. آلی میم سر استیل. از استیل میگه چقدر است؟ از استیل هم کمپانی های تولیدی چی میکنن؟ تعیین میکنن. یک کمک نظر به مارکا فرق میکنه ولی اوریج برای کل مارکا نشان میکنیم ABG برای کل مارکا خب یک کمی متفاوت است ولی معمولا ما در دیزاین رو اوریج میگیریم و اوریج ما میگه چقدر میباشه این سایبا 29 ضرب 10 به نمای 6 PSI. اولی رو نشان میکنم باز ببینم در مقاومت مواد 29 ضرب 10 به نمای 6 چی میشه؟ PSI. یا نشان میکنیم 29 ضرب 10 به نمای 3 KSI. یا نشان میکنیم 29,000 که پر انچ مربع. چقدر قوه میگه سر مقطع سیخ بیه؟ 29,000 که در یک مقطعش بیه وقتی گرینوف کنید الاستیک از هر سیخ خود به حالت اصلی چی میکنه؟ برمیگردانه و اگر از او که زیاد شود باز قابل برگشتاندن نیست. ولی بازی رو چی کار میکنیم؟ برای کمپانی های تولیدی دیگر برای استیلی را داریم استیل ساختمانی صحیح نه؟ ولی استیلی را که ما به شکل چی در نظر میگیریم؟ عادی در نظر میگیریم میگو 29,000 نیست. چقدر است؟ 27,000. مثلا برای خط ریل که میگیریم باز با 29 نمیشه 27,000 چی میباشه؟ KSI یا 27 ضرب 10 به نمای 6 چی PSI. ما بیایم به خاطر که مطمئن شین از کجا گرفتیم میگیم مقاومت مواد ما یک چیزی را خوانده بودیم نه؟ در آخر کتابای مقاومت مواد ما داریم این بحثه. بیاین میریم در مقاومت مواد کتاب کی؟ آرسیبلر و هم درسای آخر در آخر کتاب داره. خب اینی کتاب یک کمی حجم زیاد است وقت میگیره. خب تا وقتی که باز میشه ما پس میریم سر درس ما. اینه باز شد. در آخر میریم نه؟ در آخر کتاب ما یک جای داریم به نام چی بوده؟ اپندکس A است نه؟ جیومتریک پر نه اپندکس B. اپندکس A کار استاتیک میکنه و B میم کار مقاومت مواد میبینیم. خب مقاومت مواد اینجا مقاطع را داره. از مقاطع پیش میریم ببینیم دیگه چی داره برای ما. کجاست؟ خیلی در A حتما در آخرای A داره میره. نداره برای ما خصوصیات مواد. یک جایی که داشتیم این مقاطع باش پس من در چی برم کجایی را گرفتم انرژی موجوله است نه در اینجا
گرافن چارت اینه در آخر نه در آخرم خیلی نیست سیور از در آخر است در آخر است نه ما را یک روتیت کنم به خاطر که میگم مالی سرچپ است این مالی سراسر شد بله زوم میکنیم میگم سیستم هم کدام سیستم است سیستم سای سعی کنین نشته است یل دسترن به ام پی ای ما میگیم بیاین سیستم سای کار ندارم اف پی اس چه پیدا میکنه مینا پولیش میگه چیه سیستم اف پی اس به خاطر یک سوال نشته کنیم به سیستم اف پی اس بیاین استیم ببینیم استیل پیدا کنین نه استیل که داریم ما یک استراکچرال استیل داریم نه که بازو را دیگه گزینه A36 معرفی میکنه یا A900 چند برش میگه 992 یک کمی رفتار از یا فرق میکنه برای استیل تعمیرای چی گرفته ساختمانی خب در کل میایم مدل ارتجاعاتش میگه چه قمشه این صاحبا یلد استرنتش چه قمشه سیگما یلد 36 میشه از دیگهش 50 اون 29 درصد اساس 29000 پیدا میکنیم کجاست ایسون است اینجاست گفتم مدل صاف چی یکی مدل صاف الاسیسی داشتیم یکی مدل صاف شیر یا ریجیدیتی برش میگفتیم میگم معمولا ما گفتم براتون برای مدل ها فرق میکنه ولی چیزی که معمول از چقدر میگیریم 29 ضرب 10 بنامه 18 بالاست تا با مقاومت ما صحیح است از دیگه موادام گفتیم فرق میکنه ولی گفت در دلتون نگرده که چرا ما یکی از سه استیل 36 92 رو چرا نخونیم باز در داخل از اینکه برین اینا برای مطالعه کنید خب بازی با چند بخش دیگه براتون رفرنس میده مثلا A615 انجینیر سکولار تا فرق کرده در A615 پس دیگه سیار رفرنس نمیده اینی جم باز رفرنس میکنم میگه 36 رو بریم ببینیم A992 رو ببینیم نقطه دیگه شو ببینیم صحیح؟ اول یکی جنرال است بعد از باز مین به شکل چی میبینیم ایشان جداگانه کسی سوال داره؟ خب بعدش میبینیم اینجا بازانه برای ما گرفته این 955 گرفته مثلا این میشه نشته میکنیم این چند 995 55 95 این باش که به عکس میه 955 خب به هر صورت سیخا خلا شد حالی میایم سر قسمت چی؟ قسمت متریکش سیستم سای بگراوند برای ما چی کرده؟ به این شکل انداخته خب در سیستم بگراوندش هم یاره گفتیم میگه قطرهای سیخ ما ایوازی که نمبر چند باشه؟ نمبر 3 باشه میگه دیگه نمبر 3 نیست از چند شروع میشه؟ نمبر 10 نمبر 13 نمبر 16 قطرهای ما به این شکل کار میگیره و اولین بار با ورژن چی کار شده این صاحبا؟ با ورژن اسای کار کردیم در سال 1997 یعنی تقریبا چند سال پیش از امروز 20 چند سال میشه 3 سال 23 سال پیشتر از امروز سر سیستم اسای هم در دنیا تولیدات چی شد به اساس متریک هم کار کردن پس میگه خلاصه میگه تشویش نکنین هر دو تیبل هم میگه یک جای براتون میدم چه قسم یک جای چه قسم یک جای نوشته است استاندارد انچ پاوند بار سیستم اف پی اس نمبر 3 تا نمبر 18 دیامتر قطرش این طرف مساحتش میم در سیستم اسای گفته صاف متریک بیم 6 بارس سیستم اسای نمبر 10 نمبر 13 نمبر 16 18 19 20 بالاخره 57 یا هم قطرهای دقیقشون و این طرف هم مساحتشون در آخر کتاب دوزان تیبل داشتیم وزنشون برای ما میداد نه یا او دو تیبل اگه یادتان باشه در این قسمت ما او رو انداختیم نه مثال براتون میگیم یک دانه 16 میلی ما شما 1 مترش چقدر وزن داره 1 متر 16 میلی 1.5 کیلوگرم بالا نوشته است مرز کیلوگرم پر چی متر پس یک دانه 16 میلی ما چقدر وزن داره 1.5 کیلو صحیح این ولی 10 مترش هم میفهمید که چقدر میشه ضرب 10 میکنید 15 کیلو میشه نه 15 شاره 5 کیلو خب واضحه ان شاء الله کسی سوال داره 43 و 50 برای پلا گفتیم ها 43 و 50 معمولا برای پلا بر تعمیرات استفادهش نمیکنیم بعدش میایم سکشن که بعدی ما 1.19 ما به نام محیط های چی است 1.19 محیط های چی میشه میکنیم فرسودگی ساییده شدن یا تو زنگ زدگی بگیم یا محیط های چی میشه کنیم زنگ زدگی میشه میکنیم دلتون شما چه قسم ترجمهش میکنیم یا فرسوده شدگی خب چی ما را میتونم میگم متوجه باشین که سیخ تنها مشکلی که داره و مشکلی است درگاه برش بر اثر سیخ‌های ساختمانی ما زنگ میزنش ما باید زنگ نزنم و سیخ‌های هم زنگ میزنه کنه باز به نام اپاکسی بار برش میگن چی برش میگن؟ اپاکسی
اپاکسی بار برش میگیم و چی شده است مثل زد زنگوری اپاکسی شده نیست. اپاکسی نوع مواد است که برای سیخ توسط چی فشار پاش میده میشه. این ماشینی که رنگ پاش میده با مشکل کمپانی جور میکنه ولی اپاکسی ما باز یک مشکل داره که چسبش سیخ ضربه میزنه. باندینگ سیخ چی میکنه؟ ضربه میزنه. سیخ‌های تاشکندی که است از کمپانی دریشون یک لایه است که زنگ نمیزنه شد. ولی میفهمه چی مشکل داره؟ چسبش ضعیف است. ولی سیخی که بدون لایه دریش باشه نه دانه‌دار است. دانه‌دار که باشه کانکریت رو چی میکنه؟ خوب میگیره. خلاصه میگم مسئولیتتان به حیث انجینری است که باید مقطعتان چی نکنه؟ مقطع نه سیختان زنگ نزنه. به خاطر از اینکه سیخ زنگ نزنه چیکار میکنیم؟ نه یک چیزی که داره به نام کاور یا برش میگیم قشر چی؟ محافظه‌ای. قشر محافظه‌ای رو بر هر مقطع چی میکنیم؟ جور میکنیم. اگه یادتان باشه ما پیشتر رفتیم قشر محافظه‌ای رو در قسمت‌های مختلف برام مطالعه میکنن. مثلا یک قسمت هم میدونم در چپتر چی برام میگه؟ چپتر 7 ایسیای کد میگه اگه اشتباه نکرده باشین. بین یک بره چپتر 7 بریم که چی میگه چپتر 7 ما؟ خیر LCD هم براتون میگم. بالاترین قشر محافظه‌ای رو در کجا به نظر میگیریم؟ برای تهدابا میگیریم نه؟ چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه مستقیما با زمین در تماس میباشه تهدابای ما. تو به عوضی که پایان بیاریمش رو اینه. چرا؟ اینترش یکی پایان شده بود. خب در کد میریم ایسیای 11 را چی میکنیم؟ باز میکنیم. چپتر چندش هم میبینیم؟ 7 اگه اشتباه نکنیم. در 7 میدونیم یک چیزی داریم به نام اسپیسینگ است. نمیفهم که یا باشین که اینجا است. 7 برای ما چی میگم؟ concrete protection for enforcement. ما چطور میتونیم چی کنیم؟ کانکریت ما را یا توسط کانکریت سیخ ما را محافظت کنیم. میگه 7 یک براتون میگه کاست ان پلیس. ما یک پریکاست داریم یک کاست ان پلیس. در سایه ریخت میشه کاست ان پلیس است. از یا استفاده میکنیم. میگه چند گزینه رو براتون میتونم. از جمله میگه اولش میبینیم که concrete cast against and permanently exposed to the air. کانکریت میگه اگر ریخت میشه پرمننتلی به شکل دائمی با زمین در تماس میباشه. تهداب است منظور ما. میگه کانکریت کاور را چطور میگیریم؟ 3 اینچ. خب اما یکیش هم میگم دیگه کار خطا. مثلا قشر محافظه‌ای برای چی؟ برای تهداب ها 3 اینچ و 3 اینچ ما معادل بر تقریبا چقدر میشه؟ 7.5 سانتی میشه. کسی اگه از پیش ما میگه از کجا گرفتی؟ از اشکمبه گفتی؟ میگه نه چیزی برنامه اشکمبه وجود نداره. 7 یک چی میکنه؟ بیان میکنه. برش میگیم 7 یک چی؟ ACI کد. و دیگرهاش باز فرق میکنه. مثلا نمبر بعدی رو برای ما چی میگه؟ می concrete exposed to the air or water. یا کانکریت میگه باید زمین تماس داشته باشه یا با آب و هوا. ولی نگفته پرمننتلی به شکل همیشگی نه. در اون صورت میگه دو گزینه دیگر براتون پیشنهاد میکنه. میگه اگه سیختان نمبر 6 باشه تا به نمبر چند؟ 18. قشر محافظه‌ای رو چقدر میگه؟ 2 اینچ 5 سانتی. و اگر میگه نمبر سیخ از 5 بار باشه تا چقدر؟ W31 و D31 ما چی هست؟ یا جالاست. باز میگیم براتون. خب یا میگه از یا کده کوچکتر باشه. میگه چقدر میگیرین؟ 1.5 اینچ. یک منفی یک بر دو نیست. خب یک سه یک بر دو 1.5 اینچ. 1.5 اینچ ما تقریبا معادل با چقدر میشه؟ خب یک اینچ ما که 2.5 سانتی شوه 3 سانتی دیگه تقریبا که 3 میلی میشه. خب گفتیم اگه اینجا به سانتی تبدیل میکنیم ضرب 5 میکنیم تقسیم 2. سوال دارید؟ پریکاست و سال باز چرا؟ با پریکاست ما در کمپانی رو تولید میکنیم کار گپاش داریم. کمپانی جا قالب ما کارش مجرد هیچ مشکل نداریم. ما دست فرق کلا مشکل نداریم کارش. خب بازی کانکریت ما با پریکاست کاست کد فرق میکنه. صحیح؟ پریکاست پیش ساخت در کمپانی جور میکنیم مثل مکرویانا وری باز میریم دستای رو چی میکنیم؟ نصب میکنیم. پول کوته سنگی پریکاست است. دیماش. چرا اینجا جور میشه در اونجا؟ کاست قالب بندی است یا جور کردن انجینر سیب. ریخ کردن مونامیده. خب به هر صورت اینی قسمتک واضح شد. میم سر گپای بعدی ما. در اون محیط ما قدر چی است؟ کافی است نه؟ کجا رفتم من؟
چپتر یکی. خب کسی سوال داره در این قسمت؟ خب بعدش میگه ما چطور میتونیم مارکا رو چی کنیم؟ بشناسیم. یک سیخ رو میبینیم بفهمیم کدام گرید است کدام گپ است. خب یک دو نگاه تشخیص چی نشان میکنیم؟ مارکای سیخ 1-20. تشخیص چی نشان میکنیم؟ تشخیص مارک های چی؟ سیخ ها. از روی چی؟ از روی خود سیخ. سیخ برای ما یک کسی میتونه یا نظر به میارا چطور ما تشخیص داده ایره میتونیم؟ خب میایم به ترتیب سیخ ها را میبینیم. میگه ما معمولا سیخ ها را در چند سیستم داریم؟ 2 سیستم داریم. یکی سیستم سای است، یکی سیستم اف پی است. طرف تخته را یا طرف ال سی دی متوجه باشین. اول میایم سیستم چی رو در نظر میگیریم؟ اف پی است. سیستم اف پی است میگه سیخ به این شکل نشان میدیم. یا اگر توش بتیم بعد یک کمپانی قسم یا یک کمپانی قسم رعایت کرده، یک کمپانی دیگه به این شکل رعایت کرده. با ترتیب کل از یارو معرفی میکنه. در اول میگم یک اچ باشه. اچ تان یا سمبولی است که میگه نمایندگی از چی میکنه؟ از کمپانی. مثلا ایواز از این خان استیل چی رو میبینه؟ ایوازش که اچ نشان میکنه. چی؟ که اچ خان استیل نه؟ خب یای بوده تنها اچ گرفته کمپانی که تولید کرده. پایین میگه 11 میگه نمایندگی از نمبر سیخ میکنه. نمبر چند؟ 11. پایینش میگه هست استیل تایر. ما گفتیم که استیم 615 میگه به کدام حرف نشان میداد؟ اس. خب دیگه در این قسمت رخ داریم. یکی رخ‌های است که توشیدگی است، یکی رخ‌های است که به امتداد طول سیخ است. پس میگه یا 2 قسم دارن. یکیش میگه به نام چی میگیم؟ مین رپس میگن. سیخ چی؟ رخ اصلی. و در کنارش اینجا 2 تا دیگه برش میگیم یا این 2 طرفی طرفه یا نه سیخ چی این قسم درست خود میگیریم. 2 تا رخ درست ما یعنی اینجا باز میماند. در باز میگه یک رخ دیگه در باز است. میگه که باز ایواز یک رپس بگیم برش رو چی میگیم؟ گریت لاین. خب این یک دانه گرید لاین داره. میگه یک تا گرید لاین که داشت به این مناس وان لاین آنلی. فقط یک دانه خط است. صحیح است نه؟ انجینیر صاحب ما پیشتر تشریح میکنم خود مسئول بودی. ما گفتم که طرف تخته متوجه باشه، طرف اسکین وقت متوجه باشه. گفتم 2 قسم سیخیجه، 2 قسم رخ داریم. یکی رخهایی است که به امتداد قطر است، یکی رخهایی است اصلی به امتداد طول. بازی هم 2 گزینه داره. یکی گفتیم این قسم درست خواب بگیریم 2 دانه دست ما، یکی دیگه وسط میمونه. میگیم این که در 2 طرف از برنامه چی میگیم؟ رپس کناری مانامیده. و یکی دیگه شه بازی یک گرید لاین میگه که نمایندگی از گرید میکنه. میگه اگر یک دانه داشت گرید چند است؟ باز اگر یک نداشت گرید چند است؟ میبینیم میره. میگه مالی یک دانه داره. وقتی که یک تا داشت به کدام گرید نشان میده میشه؟ 60. یا میگه همین کمپانی به این شکل تولید نمیکنه، این طرف کارتون ساده میکنه که نشتم میکنه. بعضی کمپانی 60 نمایندگی از گرید چند میکنه؟ 60. بیایم میگیم یکی دیگه شو ببینیم به خاطر تفاوتش ببینیم. حالی که دیگه جگم عین پروسه تکرار 14 ماه عین ولی بازم که درست خوب بگیریم میگیم میواز یک خط در وسط باشه. چند تا در وسط میمونه؟ نشته که در گرید لاین تو لاین ساندی. پس میگیم این گرید 60 نیست. گرید چند از در پایین نشته میکنه؟ 75. یکی دیگه شو میبینیم. صحیح است؟ دیگه ایشا چی کار میکنم؟ میگه باز همه چه ما نام کمپانی 6 نمبر 6 و اسمون گفتیم تایپ استیل 615. اینجا برای ما گرفته هر کدامش که باشه. اس برای 615 میگیریم. تی سرچپه ما را به 996 یا برش پیشتر بجا نشته کردیم که 615 رو دار 996 آر داده نه؟ خب یا گفتیم اگه آر باشه بازم به 996. بعضی کمپانی ها آر نشته میکنن، بعضی کمپانی ها تی انورس. و ایم آف آر اکسیال برای استیل از اکسیال چیزایی که محوری در استیل در تعمیرات استفاده نمیشه. ایج گرید لاین نداره. پس نشته میکنن گرید 40 ان گرید 50. خود سیستم امریکایی ها گفتیم دیجا گرید 50 نداره، دوستا داره. صحیح نیست؟ ولی اگر میباشه دیجا. باز وقتی که میخریم فرقشون از کجا بفهمیم که چطور بفهمیم 40 یا 50 براش مشخصات خود کمپانی که وقت کرده براتون میگه. باز به خاطر یک مطمئن شوی شما چیکار میکنین؟ چیکار میکنیم؟ چیکش میکنیم؟ رخ داره یا سایبار گرید لاین نداره؟ رخ که گرید لاین فرق میکنه. خب پالتونه یعنی آلومیا کلش رخ هست. خب این خودش رخ میشه. گرید لاین نداره. استاد بایشان مایل میباشه میره خواهش. یا ایشان گفتیم فرق میکنه. باز پسانی رو در چپتر چند میخونیم فرق رها را نظر به باندینگشان متفاوت مندازه کمپانی. هر کمپانی که رفتارش متفاوت است.
ولی آنچه که استانداردها برای ما میگه به می شکل استاندارد میگه. خب حالا بیایم سیستم سایه تشریح میکنیم. اون سیستم اف پی بود. در سیستم سایه ما گزینه اولی نمبر ما که بیشتر 11 بود، معادل 11 ما 36 میشه نه. دیگه ما با ما اساس. خب گرید ما را که میبینیم، گرید مارک ما چی؟ 4. صحیح است؟ چرا 4 برش میگیم؟ به خاطر اینکه جای هستی 4 نیست. کدام گرید است؟ چون یک گرید لاین است. 60 نه؟ 60 ما رو در سیستم دیگه یک ببریم 4200 میشه نه؟ 4200 ش باز چی کار میکنیم؟ میگیم اینه 4 مشتش میکنیم. از 200 و گپای دیگه چی؟ صرف نظر. گرید 420 گرید 520 صحیح است نه؟ 520 تا 5 نوشته کرده و دیگه ما گرید چند؟ 40-50 که گرید 40 ما معادل با 300 50 ما با 350 این هم گزینه شد. تی و آرش نخون. تی و آرشان گفتم این صاحبا نظر به استیم فرق میکنه. رحم گردیزی کلش هم یارا چقدر؟ 615. در کل لوحه 615 است. این نال سیخش برن چی نوشته است؟ هست نوشته. تی سرچپه چی منوشته؟ تی سرچپه را پیشتر تعریف کردیم گفتیم نه چی معنا میده؟ ای چند است؟ تی سرچپه با 996 است نه؟ 996 برای خود تو هم است. سه سین یا فکرش. سوال است؟ ها؟ پس ما میگیم خلاصه ما چند چیز باید بفهمیم دیگه؟ حداقل 3 چیز بفهمیم. کمپانی قطر سیخ، نوع سیخ یا گرید سیخ که از کدام کمپانی، کدام قطر، کدام سیخ همراه خود داره. خب بعدش میایم سر معرفی چیه صاحبا بارها. پیش از معرفی بارها یک چیز براتون میگم. تخته را بگیرین عکسش. استاد از این سیخایی که در افغانستان است گرید لاین در افغانستان دیگه پارا نداره. با تاسف. یک کمپانی مثلا رحم گردیزی که میگه 615 به این معنا که آن چه 615 میگه تطبیق میکنه داره. صحیح؟ وای را داره که نمونه براتون یاد شرکت نشون میده تست میکنه ولی باز سر کاری میکنن در بعدشان هیچ کدوم گپی نیست. این حال شما که اصلا بنامدین برید کمپانی که سیخ گل میاد برید سیخاشون سعی کنید میرین در گدامتون اون پروسه قبلی رو کنید. استاد گریدا که هر چه قبلا میره مثل مارک کانکریت و پرند میشه استاد. پرند میشه ولی این رو مقاومت ما رو خواندنی تفنس چی میشه؟ کم میشه. بهترین تفنس گرید 60 داره که ما استفاده میکنیم ببینید. اینجا بیان کرد. مسافت زیادتر از این سن دیاگرام میده. یعنی تا میتونیم در ساختمان باید گرید پایین استفاده کنیم. گرید پایین برای طبقات پایین. باز یک وقت نمیشه گرید پایین جواب نمیده. مثال براتون میگم. یک پایه را در نظر میگیرم من اینجا چقدر است این پایه را چند تا سیخ مکمل سیخا را مندازم به این شکل. دیگه اگر سیخ زیاد کنم جای نیست. گرید 60 که میبینیم میگم مثلا چقدر است کل سیخا را مطالعه میکنم 8 مربع سیخ شده. گرید چند؟ گرید ما مشتم میکنیم گرید 60. پس 8 را که ضرب 60 کنیم چقدر میشه؟ 56 میشه نه؟ 8 6 560 که پا میگیریم. در کدام گرید؟ گرید 60 از تعمیر فرض کنیم تعمیر 40 منزل است. و ایواد 60 مگیره بندازم گرید چند؟ 80. باز 8 8 64. چقدر که پا میگیره؟ بازی را چک میکنیم دیگه. باز گرج مکاش فرق میکنه رفتار از این میبینیم مارک کانکریت که برای استفاده میکنیم با این فرق میکنه. صحیح با سیخ کم استفاده میکنیم دیگه گزینه رو سرش میندازیم مارک بالا میکنیم. این با دیزاین که پسان شروع کنیم دیگه پا نمیکنیم. ولی در کل برای کتاب معمولی است از اول کتاب تا آخر کتاب کلا معمولا گرید چند کار میکنه 60. اسپیشال نیست. کتاب اگه اسپیشال شه باز گرید 60 نیست. مثلا اینجا ما یک کتاب داریم که مربوط گرید 60 بسیار کم کار میشه. مثال براتون میگم کتاب باز کنم. از ما باز نگین که بتین خواه. به خاطر از اینکه حالی نیاز نیست. هیچ به دردتون نمیخوره. در وقتش باز بخیر چی میشه من براتون میتونم بگیریدش. Reinforced concrete design of tall building. اینجا باز دیگه رفتار چی است؟ متفاوت است. خب اول اساسیش یاد بگیرین موضوع در خدمتتان قرار میگیره. به خاطر از این میتونم براتون 615 را یک هفته میشه بدیم. اگه کسی میگه من دست میخوام دست خراب بالا کنه یک نفر پرنت کرده دیگه رو میگه. 615 چی گفتن این است؟ 615 چی گفتن؟ خیلی مسئله بله. انجینیر صاحبایی که مصروف هستن، انجینیر صاحبایی که چی هستن؟ مشغول هستن. کتاب کانکریت انجینیری به درتون نمیخوره. ناب خود سرگردان نکنیم. پیدا کنین انجینیر رو. این هم کار دیگه کنیم. بیادری براتون. چرا 4 سال بعد اگر بیاین ببینین سال 2 لک ذخیره کنین 4 لک.
حداقل یک کلوچی دیسیوم داشته باشه کار کنیم، مطمئن هستم سال دولت کار میکنه. من دارم رفیقم است که در این مارکت کار میکنن، سال دولت پسنداز میکنه، شبانه تایم کنتون میخواد میکنن. ولی آمده که انجینری میخوانیم، باز انجینری یک چیز داریم به نام چی؟ مسئول. اینا اگه مسئول میشین در اولم خودت نام دادی، سینفیتان گفت میگه وقت ما کم است. من گفتم وقتتون اگه منیجمنت کنین خیلی وقت زیاد است. به خاطر ثبوت گفتم که از کدام جوان حاضر است که 24 ساعت خود برای من نشون بده میبینید. هر وقتی که 24 ساعت در این کاغذ آوردین، پرینت کردین یا تلفنتان بود، مطابق از اون کار کردین، باز وقت مسئول هستید. بدون از اون مسئول نیستید. یا مشغول هستین، یا مصروف هستین، یا مظلوم. حالی ما فعلا اکثریت ما شما مظلوم هستید. مثال زنده مظلوم وقت میفهمید؟ یک کسی کل عمر خود دقت کرده ولی میاد وزیر معارف ما تعیین میشه. پس ما مصروف هستیم یا مشغول هستیم یا مظلوم هستیم. اگر مسئول میبینیم میگیم بچه شو دموجه برامون یخندوزی و چونشتش حیاتی بونه، یخندوزی و گازدوزی گپای تو دموجه برا پیش برای اینجا افغانستان است. این گپا کار نمیکنه، کلا مردم میتونن که یک گل خودش یک خانم بکنه، شون توانایی دارن یک گل یک درز کالا را کلی گرفتن میتونن. مردم شخص باز زیادتر توانایی دارن. هم شغل واضح شو؟ خب خیر من جدول دارم، شما اگر جورم نکنید خب من یک جدولک دارم حضور در هفته اینم شالا به شنبه یک شنبه در اختیار تا میمونم او را خانه پوری کنیم، باز من او را پس از پیش تا میگیرم. بازو پیش ما باعث سند چی میکنه؟ می باشه. خب یک دکتر صاحبا زنگ زدم ما هم جواب نمیدم میشه به خاطر این مسئولیت من بسیار مهم است نظر به ای که ایره پسانم جواب دادم میتونیم رفیقم است ناز از او سرما میچله اگر بمونه دکتر از خودش با جواب بده اگر خانه جور میکنم من برای جور میکنم نه. خب میایم سر معرفی بارها introduction تو چی؟ لوز یک کمی میگیم باز ادامه میشه و معرفی چی؟ بارها. اول این بار تعریف میکنیم. بار چه قسم تعریف میکنیم؟ تاثیرات چی رو نشان میکنیم؟ قوه جاذبه زمین بالای یک استراکچر. او استراکچر میتونه چوکی باشه، میتونه تعمیر باشه. پس وقتی که آره میبینیم میگیم آلی رفتارشان فرق میکنه. میگیم معمولا ما انواع بارا داریم. در کتابا متفاوت میگن، زلزله را جدا میگن، وایرمنت را جدا میگن، آب را جدا میگن. ما در کل براتون میگیم یکی بارها داریم که بار چی برش میگیم؟ زنده یا برش بار موقتی برش میگیم یا دنگمیسی برش میگیم لایف لود یا مخفف ال برش میگیم یا فقط چی برش میگیم؟ ال میگیم. خب چرا زنده میگیم چرا موقتی میگیم؟ به خاطر که مقدارشان جمع موقعیتشان چی است؟ متغیر است. مثال زندهش مجموع و چکیا. و دیگر داریم بار چی؟ مرده. بار مرده را برش میگیم بار دائمی. صحیح است نه؟ یا بار دائمی را برش میگیم ددلود. چرا یک نفری که مرد دیگه بارش میشه میمونه. جسدش یک وقت خواب میشه دیگه قبرش بنا میشه است یک 35 سال بار ازا کدا برامون میگیم میگه اسکواتور داریم مکمل تاش بده دیگه مردم دارنش یا دیگه مردم نمیایم مکتب جور کنیم پانتون سال جور کنیم بر صورت آلی که این کار در افغانستان کنیم یک قبر پدرم است ولی کلش افغانیان در پشت باشه که با هم پیدا کنیم. خب دو گفتیم بارش میشه بدی نشان میدیم یا فقط دی نشان میدیم. باری است که مقدارشان جمع موقعیتشان خب میگه فکس یا زبایده شد نه؟ چی شده؟ ثابت میباشد. مثالایشان رو میفهمیم روشن میکنیم. سلب بار سلب نوبت چی میگه؟ بیم یا اگه عضو اصلی باشه برش میگیم گردر که همون گادر برش میگیم. بار از چی است؟ کالم است. بار از کالم یک چیز داریم به نام استیه زینانه نقطه الا چی؟ فاندیشن. و در این قسمت میم نشته میکنیم چی؟ چیر چیز یک چوکی است نه؟ موبل فرنیچر دیگر چی کار میکنیم؟ کیو ما نشته کنیم یا پیپر نشته کنیم. بله نه پیپر نقطه بالش تو کالا و یا خطوشک و غیره. وسایل برقی هم نه نشته میکنیم الکتریک. مسائل برقی هم کلشون رو دائمی میخواد. خب بازی نمیشه معرفی میکنه ددلود و لایف لود. حالی خلاصه براتون میگیم
دد لود لایو لود از کدام کد میگیریم؟ از جنرال بیلدینگ کد. ما دو قسم کد داشتیم، یکی دیزاین کد یکی جنرال بیلدینگ کد. اینجا داخل مشتم میکنیم بالا از یک چه بگیریم ASCE نه پس پیش نه ASCE او هم هفت چند؟ 10 کدش معرفی کردیم امریکن سوسایتی فار سیویل انجینیرینگ. پیش از این ما یک برنامه را یک قسم براتون ست کردیم، اگر موافق باشین نظرتون رو ببینیم چی میشه. ما برنامه را یک قسم ست کردیم نظر به هفته آینده ما اگه خواست خدا بود استاتیک 8 تا 9 بگیریم، استراکچر از 9 تا 10 بگیریم، مکانیک آف متریال از 10 و 30 تا 11 و 30 بگیریم و شماره 11 30 و 1 که 1.5 ساعت شد. این حالی کسایی که دینی توی موافق هستیم دستان بالا کنیم دیتا و کسایی که تراز دارن که همی تایم باشه همی تایم سایز. خب دلتان باز دیتا مجبوریت میشه که روز جمعه باز یکم جمعه باید بیاین کامپیوتر بخونیم. استاد همین روز دکتریتی ساختمان گفتیم دستخواه شوی فوایدش دکتریتی دکتریتی میشه با شکل پذیری. اگر تو سیخا بود لازمه تعمیر اگر در حالت عادی باشه این قسم که کرک میکنه اینجا و اگر از سیخا داشته باشیم کرک نمیکنه. ساختمان پرند نمیباشه، خب مثل چوب خشک و اینه ساختمان. وقتی که از سیخا مثل مثل چوب تر و کاش کنیم پس گرایش کنیم پس بالا بالا. خاصیت ارتجاعی بله خاصیت ارتجاعیش منظر چیزی نگفتید؟ بله. استاتیک و مقاومت چقدر وقت باز دفعه؟ تقریبا 50 روز. مثلا همین صحیح هستم. خب دلتان صحیح است ولی یکم روزا باز زیادتر می‌خوایم اگه موافق باشید. مثلا یکم روز پنجشنبه ما وقت می داشته باشیم بعد از پیشین و یکم روز جمعه پنجشنبه صحیح؟ پنجشنبه باز بعد از پیشین می‌خوایم. صحیح شد؟ یک تفریح می‌کنیم شما برین نانمان چای مویتان بخورید باز میایین نمازو خوانده. نه هفته آینده اگه موافق باشید باز پنجشنبه ان شاء الله کار چی ساعت استاد مثلا شروع کنیم؟ ساعتش باز با نظر کنید. ما کار نداریم. پنجشنبه ما وقت می‌داشته باشه مشکل نیست. پنجشنبه بعد از پیشین می‌خونیم جمعه‌ش هم صبح یک جا. نه جمعه هم خوب باز می‌بینیم اگر رضایت داشتن می‌خونیم اگر نداشتن هم